سلام و درود بیننده عزیز. برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی رو از استودیوی رادیو آزادی از شهر پراگ من مومن احمدی تقدیم میکنم. امروز 11 سپتامبر است. نگاهی به سرخط خبرهای روز. دیپلمات‌های تاجیک و شهروندان تاجیکستان هشدار دادند که بر روسیه سفر نکنند. آنهایی که در فرودگاه دوشنبه منتظرند چی میگویند؟ ریسک میکنیم، زندگی خودش ریسکه. هیچ که اخرسندیش نمیره کو. ریسکوات کاندار کو میریم چی میشه توکلش به خدا. دو نامزد اصلی معرکه انتخابات پرزیدنتی در آمریکا با هم بحث کردند. دونالد ترامپ و کامالا هریس همدیگر را به ناتوانی ایبدار کردند. ادامه ساختمان راهی مهم و تجارتی که از تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان می‌گذرد. راهی که شاهد جنجال ها بوده است. خبری اولی برنامه هشداری مقامات تاجیک و شهروندان از خودداری سفر به روسیه و بلاروس است. روز 10 سپتامبر سفارت تاجیکستان در روسیه و بلاروس از شهروندان خواستند که موقتا از رفتن به این دو کشور خودداری کنند. سفارت‌های تاجیکستان در روسیه و بلاروس گفتند که تفتیش در مرزهای این دو کشور سخت شده است و بهتر است و این کشورها سفر نکنید. شهلای عبدالله به فرودگاه دوشنبه رفت و با مسافران منتظر پرواز به روسیه صحبت کرد. فرودگاه شهر دوشنبه، ازدحام منتظر پروازها به روسیه، پروازهایی که به تأخیر افتادند و یا لغو شدند. برخی از مسافران از دیشب نتوانستند به روسیه پرواز کنند. ژوکوفسکی پرواز میکردیم 5-10 уже مقصد میپرید سامالیت مون. گفتن که منشیده رسون. منشیده گفتن رفتیم خیلی در گاسنیتسا اینجا خور رفتیم خانه ما در طرف جلیکول دوستی ده. سحر اومدیم این با ساعت 11 شد. حالی معلوم نیست که رئیس ما کی میپره کجا میپره. سبب تأخیر در پروازها را نه مسافران میدانند و نه مقامات شرح میدهند. مسافران حادثه را چنین شرح میدهند. سببش زدیش که سامالیت‌ها نپریدستن مسکو طرف تاجیکستان نوتینجی در شهر روسیه از همون سبب سامالیت‌ها نپریدستن. منظورشون از نوتینجی ظاهراً اشاره به حمله های پهپادها به ولایت مسکو است که سبب موقتا بستن فرودگاه ها شد. سفارت تاجیکستان در مسکو روز 10 سپتامبر از شهروندان کشور خواست از سفر به روسیه خودداری کنند، زیرا در گذرگاه های مرزی و فرودگاه های روسیه نظارت بسیار سخت شده است. ولی این دعوت نیز مهاجران را از راه نگردانده است. خیلی ریسک میکنیم، زندگی خودش ریسکه. هیچ که اخرسندیش نمیره کو. خیلی بچه‌ها هم ماین اجدا دارن، سامالوت اجدا دارن نکنه اومده است. حیات ریسکوات کاندار کو میریم چی میشه توکلش به خدا. یکی از مرکزهای اساسی بلیط فروشی در پایتخت. کارمندان این نقطه ها میگویند مشتریان کمتر شدند. یکی از آنها در صحبت بدون ثبت گفت از صبح تا نصف روزی نتوانسته است یگان بلیط به روسیه بفروشد. به گفته بعضی از آنها این وضع در پی حمله پهپاد به فرودگاه ژوکوفسکی در ولایت مسکو به میان آمده است. شب 10 سپتامبر فرودگاه ژوکوفسکی مورد حمله قرار گرفت و در نتیجه فرودگاه‌های ونوکووا و دمادیدووا هم موقتا قبول و گسیل پروازها را قطع کردند. توجه به مسائل بین المللی. نخستین مناظره میان دونالد ترامپ و کامالا هریس، دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، در شهر فیلادلفیا ایالت پنسیلوانیا برگزار شد. در این مناظره این دو رقیب به یکدیگر تاختند و از برنامه‌های یکدیگر انتقاد کردند. در مناظره 90 دقیقه‌ای به موضوعهای گوناگون از جمله جنگ در اوکراین و خاورمیانه پرداخته شد. مولا رجب یوسفی گزارش دارد. در آغاز مباحثه نامزد حزب دموکرات کامالا هریس غیر منتظره به منبر ترامپ نزدیک شده خود را معرفی نمود و به رقیب جمهوری خواهش دونالد ترامپ دست داد. بار اخیر نامزدهای کرسی پرزیدنتی آمریکا در انتخابات سال 2016 هم به یکدیگر دست داده بودند. با همین تبادل گرم نظری نامزدها شروع شد. هریس ترامپ را به آن متهم کرد که حاضر است برای خوشحال نمودن پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین از کمک به اوکراین دست کشد. ترامپ ادعا کرد که هریس دولت اسرائیل را بد می‌بیند. هریس این ادعا را بارها رد کرده است.
نامزدها تفصیلات ندادند که چگونه در حال پیروزی نزاع در اوکراین و غزه را خاتمه می‌بخشند. جای یادآوری است که طبق قانون لاگند از عصر 19 در ایالات متحده آمریکا تنها پرزیدنت کشور حق دارد در مسئله سیاست خارجی تصمیم گیرد. آنها پیش از آغاز جنگ هریس را برای گفت و شنود صلح فرستادند. 3 روز بعد از مذاکرات جنگ سر شد، زیرا حرف گفته آنها ضعیف و احمقانه بود. جنگ هیچگاه نباید شروع می شد. او فرستاده کشور بود و می بایست با زلنسکی و پوتین ملاقات کند. او این کار را اجرا کرد و 3 روز پس جنگ سر شد. این همان استعداد می باشد که هریس دارد. اما کامالا هریس اظهار داشت که ترامپ تنها از حساب تسلیم به پوتین جنگ در اوکراین را به زودی خاتمه خواهد بخشید. مسئله روی آن است که آمریکا همچون کشور پیشوا باید دائما معیارها و قانونهای بین‌المللی را رعایت کند. ائتلاف‌هایی که در سراسر دنیا داریم به آن وابسته‌اند که ما توانیم دوستانمان را حمایت نموده به دشمنان سرخم نکنیم و آن هم چون که شما به جای دفاع از دموکراسی به پرستش مردان نیرومند توجه دارید. سپس نامزدهای کرسی پرزیدنتی آمریکا به مسئله‌های داخلی روی آوردند. به قول هریس پیشنهاد ترامپ درباره بالا بردن ترافه‌های واردات مال خارجی در اصل اندازبندی طبقه میانه حال کشور است. نامزد دموکرات وعده داد که در صورت پیروزیش انداز عائله‌های آمریکایی و صاحبکاران خرد را کاهش خواهد داد. نامزد جمهوری خواه ترامپ باشد از سطح بلند تورم در دوره ریاست جمهوری جو بایدن انتقاد کرد. مباحثه روز سه‌شنبه در مرکز ملی کنستیتوسیونی شهر فیلادلفیا دایر شده. تلویزیون آمریکایی ABC میزبانی آن را به دوش داشت. در تالار بینندگان حضور نداشتند و اثنای صحبت یک نامزد میکروفون نامزد دیگر قطع می‌شد. برنامه را با گزارشی از تاجیکستان ادامه می‌دهیم. روز 10 سپتامبر امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان در سفرش به سوخت از ساخت‌وساز راهی بین‌المللی نزدیک به منطقه مرزی با قرقیزستان نیز دیدن کرد. این راه اساساً 2 ناحیه مرزی با جمهوری ازبکستان را به هم می‌پیوندد، ولی یک قسمتی آن از حدود ناحیه بابوجان غفوروف هم مرز با ناحیه لیلک قرقیزستان می‌گذرد. با سازی راه در این موضع سالهای پیش بحث برانگیز شده بود. حالا مسئولان اداره راهی ولایت میگویند در این سمت پیشرفت کردند. فرزان محمدی گزارش می‌دهد. ماه مارت سال 2023 در شهر کانیبادام ساختمان راه تا دهه دهمای ناحیه جبار رسولوف آغاز گردید و قرار است آن تا 1 سال دیگر به استفاده داده شود. این راه ولایت فرغانه را با ولایت تاشکند ازبکستان توسط چند ناحیه شمالی تاجیکستان نزدیک می سازد و اساساً برای رونق تجارت منطقه ساخته می شود. برای تیزتر انجام یافتن کارهای راهسازی آن به 4 قسمت تقسیم شده است، ولی یک قسمتی آن نزدیک به ناحیه لیلک قرقیزستان است که تا چند ماه پیش از آغاز کار مناقشه مرزی جریان داشت. حالا مسئولان اداره نقلیات ولایت سوق میگویند که در ساختمان راه به موافقه آمده‌اند. در اینجا فقط امضا گذاری سندها در نظر است. موقع جانب قرقیزستان به این گفته ها معلوم نیست. در همین حال تشبسکاران این لایحه میگویند راه مذکور اهمیتی بین‌المللی دارد و با مبلغ‌گذاری بانک جهانی و حکومت تاجیکستان ساخته خواهد شد. راه مذکور را شرکت چینی چاینا ریلوی بازسازی میکند. این راه از 4 ناحیه مرزی ولایت سوق میگذرد و بیشتر از 50 کیلومتر طول دارد. در چند منطقه مرزی این راه را که خراب است ساکنان 2 کشور یکجای استفاده میبرند و این بارها باعث نزاع گردیده است. جای از یک طرف جماعت خسته‌ورز تاجیکستان و از طرف دیگر دهه‌های ارقه و باربردوک قرقیزستان جایگیر شده‌اند. مسئولان وزارت نقلیات میگویند در آینده نزدیک این راه نیز به پررگی از جانب تاجیکستان بازسازی خواهد شد. تا و یک قرارداد تعمیری جاری بعضی جاش تعمیری اساس گذرانده شود، البته از جانب وزارت نقلیات هم یک مقداری معین بیتون واجد داشتگی. مسئولان وزارت نقلیات امید دارند که در جریان عملی شوی این لایحه کار کمیسی تعیین و علامتگذاری مرز به پایان میرسد و مانعی برای ساختمان راه به وجود نمی آید. تاجیکستان با قرقیزستان 980 کیلومتر خط مرز دارد که از آن به گفته مقامداران تاجیکستان بیش از 94% معین شده است. مقامداران قرقیزستان هم در این اواخر بارها از نزدیک به انتهای کار کمیسیه به رسانه‌ها خبر دادند. دعوا سر دسترسی به زمین و راه و چراگاه که زمان به همدیگر اجاره داده شده بعداً اشغال گشتند و همسری منبع‌های آب باعث کشاکش‌های مرزی شدند.
نامعینی مرز همچنین سبب جنگ و جدال برای پیشگیری از ساختن بناها، تعمیر راه یا کشیدن لوله آب آشامیدنی گشته است. فرزان محمدی، رادیو آزادی از منطقه‌های نزد مرزی تاجیکستان و قرقیزستان. در تاجیکستان پیوسته این موضوع را بررسی میکنند که چرا ژورنالیستان همراه نیستند و چرا در برابر مشکلات از یک گریبان سر نمیبرند. در کشور در 3 سال اخیر بیش از 10 روزنامه‌نگار و بلاگر را بازداشت و زندانی کردند، ولی صدای جامعه ژورنالیستی برای حمایت از آنها بلند نبود. مشکل در چیست؟ همکارم امیر ایسایف و ارشاد سلیمانی گزارش دارند. وقتی که یک نفر دعوای همراهی میکند و باید اقدام را از خودش آغاز کند. برای منفعت ژورنالیست دیگر آواز بلند کرده میتواند. آیا وی حقوق معنوی به همین کار دارد یا نه؟ در چند سال اخیر در تاجیکستان چند روزنامه‌نگار و بلاگنویس زندانی شدند. امسال احمد ابراهیم سردبیر نشریه پایک در کولوب و اماچو کاملزاده روزنامه‌نگار سابقه‌دار هم بازداشت شدند. سازمان‌های روزنامه‌نگاری سکوت ورزیدند. دو همکسب ما که امروز شما نامبر کردید، اتهام نسبت آنها نه برای فعالیت ژورنالیستی هاشان است. یعنی مقامات همین اصول کار را پیش گرفتند که این یا آن ژورنالیست را با دیگر اتهام و مجازات میکشند، نسبت آنها دیلای جنایتی آغاز میکنند. ولی وقتی که سازمان‌های روزنامه‌نگاری یا ژورنالیست‌های علاوه این موضوع را میخوان مطرح کنند، میگن که این به فعالیت ژورنالیستی و دخل ندارد. سازمان‌های روزنامه‌نگاری میگویند خبرنگاران تاجیک زیر فشار آشکار و پنهانی مقامات قرار گرفتند که از مشکلات خود و همکسبانشان صدا بلند نکنند، وگرنه به سر خودشان بلای بدتر میآید. روزنامه‌نگاران میگویند همراهی برای امین ماندن از این همه مهم است. ژورنالیست‌ها اگر همراه باشند، همراهی ژورنالیستی حفظ کنند، من فکر میکنم که مناسبت مقامات دولتی هم با ژورنالیستان دیگر خیلی می شود. شهلا اکابیر و راهبر سازمان خامه میگوید که همراهی زمانی به وجود می آید که اگر ژورنالیستی که قوی، کسبی و پایبند به معیارهای حرفه‌ای باشد. اون جایی که ژورنالیست که کلاونده است، همچون یک بخش اقتصاد شکل نگرفته است و در اون محیط ژورنالیستی که سازگار برای رشد ساحه نیست، نمیتواند که همراهی به وجود آید. به همین خاطر من فکر میکنم برای اون که ژورنالیستان تاجیک همراه باشند، باید پیش از همه ژورنالیستان وابسته به اون که در کدام مطبوعات کار میکنند، دولتی است، غیر دولتی است، خصوصی است، شخصی است، هر چی نموده که هست، باید پابند به معیارهای اخلاقی و به معیارهای کسبی باشند. سال 2022 بعد از صدا بلند کردن گروهی از سازمان‌های خبرنگاری به حمایت از بلاگر شناخته دلیر امامعلی که حالا پس پنجره است، برخی از رهبران رسانه‌های دولتی منصب‌های خود را از دست دادند و برخی روزنامه‌نگاران دیگر از گفته‌های خویش دست کشیدند. برنامه اخباری آزادی به پایان رسید، ولی شما خبرهای نو بیشتر را از وبسایت azadi.org و صفحه‌های رادیو آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، شبکه ایکس و تلگرام و تیک تاک و یوتیوب پیدا کنید. اگر شما هم خبری دارید با ما بفرستید تا دیگران هم بدانند. تا برنامه‌های دیگر، خدا نگهداری شما باد.